سواران کماندار ایرانی آنقدر چیره دست بودند که نزدیک شدنشان لرزه بر قلب دشمنان می‌افکند. با اینکه تاریخ‌دانان رومی به دقت به ما میگویند که این یورش‌های سهمناک چگونه بوده و چه ترسی بر دل آنها میانداخته، ولی جزئیات کمی درباره این نیروهای دلیر و بیباک به ما میدهند. در این ویدیو می‌خواهیم به بخشی از تاریخ غنی این جنگجویان دلیر ایرانی بپردازیم. سواران کماندار ساسانی. سواران کماندار ساسانی وارثان سنت دیرینه‌ای بودند که به هزاران سال پیش باز می‌گردد. ایرانیان از دیرباز تیراندازی با کمان و سوارکاری را فرا گرفتند و کم کم این دو را با یکدیگر ادغام نمودند. به زودی نبردهای زیادی میان ایرانیان با قدرت‌های همسایه برای گسترش قلمرو در گرفت. در این نبردها سواران کماندار نقش پررنگی داشتند. این نبردها با ظهور سواران سکایی در شمال ایران به اوج خود رسید و سبب پیشرفت چشمگیر سواران کماندار شد. چند قرن طول کشید تا سربازان پراکنده به دسته‌های واحد و ارتش تبدیل شوند. این دسته‌ها در ارتش‌های پادشاهی‌های ایران باستان رشد می‌کردند و از یک سلسله به سلسله دیگر تکامل می‌یافتند. سواران کماندار نقش مهمی در سپاه ایران از دیرباز داشتند. متاسفانه بررسی جامع این موضوع در این ویدیوی کوتاه امکان پذیر نیست، بنابراین باید از صحبت درباره دلاوری‌ها و جانفشانی‌های سربازان ایرانی در دوره باستان بگذریم و به زمان سقوط اشکانیان و در ظهور ساسانیان بپردازیم. سلسله اشکانیان در سال 247 پیش از میلاد تأسیس شده بود، زمانی که شاه ارشک یکم شاه قبایل شرقی ایرانی علیه سلوکیان شورش کرد. با گذشت زمان سلسله او در سراسر ایران گسترش یافت و به وارث امپراتوری باستانی هخامنشی تبدیل شد. اشکانیان ارتش قابل توجهی داشتند و می توانستند با رومیان نبرد کنند، اما برخلاف پیشینیانشان سیستم حکومتی اشکانی بسیار غیر متمرکزتر از هخامنشیان بود و همچنین آنها همسایگان بسیار نیرومندی داشتند. بنابراین 4 قرن و نیم حکومت آنها اغلب به یورش‌های خارجی و ناآرامی‌های داخلی گذشت. در یکی از این دوره‌ها در اوایل قرن سوم پس از میلاد بود که اردشیر اول کنترل استان پارس را به دست گرفت. او در ابتدا شورشی به راه انداخت و سپس با پیروزی در جنگ داخلی باعث سقوط اشکانیان شد. انجام این کار نه تنها یک شاهکار بزرگ نظامی بلکه یک شاهکار دیپلماسی نیز بود، زیرا امپراتوری اشکانی سابق اکنون به امپراتوری جدید ساسانی تبدیل شده بود. در حالی که نسل اردشیر به عنوان شاهنشاه یا شاه شاهان سلطنت می‌کردند، خاندان ساسان تا حد زیادی به حمایت سایر خاندان‌های قدرتمند ایران متکی بود. سرکرده آنها 7 قبیله بزرگ اشکانی بود که بستر و اساس حکومت پیشین را تشکیل می‌دادند. تحت سلطه نگاه داشتن آنها فشار و تنش بزرگی در تاریخ سلطنت ساسانیان بود که به نظر می‌رسد این کار به وسیله یک قدرت مرکزی قوی و یک ابزار کنترلگر داخلی قوی‌تر انجام شده است. یکی از بارزترین مظاهر این قدرت ارتش جدید ساسانی موسوم به اسپار بود. همانند امپراتوری اشکانی سابق هسته آن را یک نیروی سوار نظام زبده تشکیل میداد که به نام سواران شناخته می شدند. اعضای آن بیشتر از طبقات بالای جامعه بودند که هم با تیر و کمان و هم تن به تن نبرد می کردند. به این ارگان اصلی نیروهای محلی مزدوران و متحدان اضافه می شدند. برخلاف اشکانیان، ساسانیان گوناگونی بیشتری در نیروها داشتند و شمار پیاده نظام در ارتش ساسانی بسیار بیشتر بود. بررسی کامل شاخه‌های مختلف اسپارها باید در ویدیوی دیگر پوشش داده شود. اکنون به طور ویژه به سواران کماندار ساسانی می‌پردازیم. پادشاهان ساسانی برای تأمین نیرو از مردمان آسیای مرکزی از جمله کوشانیان، هپتالیان و قبایل ترک نیز استفاده می‌کردند. این یک گروه تلفیقی و مختلط بود،
اما همه در قالب یک روش مشترک زندگی که با احترام به کمان و زین تعریف میشد گرد هم آمده بودند. بیایید به چگونگی مجهز شدن آنها برای جنگ نگاهی بیاندازیم. باید بیان کرد که این تجهیزات در نیروهای مختلف متفاوت بوده و تابع ویژگی‌های نژادی هر یک از سربازان بوده است. با این وجود تلاش خواهیم کرد این موضوع را در یک قالب کلی ارائه کنیم. به سربازان تازه کار شلوارهای گشاد، چکمه و تونیکایی تا زانو که با یک کمربند بسته می شدند داده می شد. پوشش سر آنها نیز ممکن بود بدون کلاه و یا با کلاه باشد. به نظر می رسد که کلاه نوکتیز متعلق به اشراف ساسانی بوده است. برای بسیاری از سواران سبک اسلحه این پوشش به عنوان پوشش دفاعی بود. با این حال تصاویر زیادی از کمانداران اسب سوار به ویژه اشراف سواران موجود است که به تجهیزات بسیار سنگین‌تری مجهز شده اند. این تجهیزات شامل لباس‌های جنگی پولکدار یا لباس‌های مردانه به سبک زره‌های ترکیبی پیشرفته تر بود. سپس از قطعه‌های اضافی برای پوشاندن ساق پا و ساعد ران استفاده می‌شد. در این میان استفاده از کلاهخود نیز رایج بود. اطلاعاتی که از قرن‌های نخستین به دست آمده، کلاهخودهای مخروطی شکل و زلدار را با آویز مردانه در دو سمت آن نشان می‌دهند. لباس جنگجویان بر اساس ثروت آنها می‌توانست با فلزات گرانبها منبت‌کاری شده و با جواهرات تزیین شده باشند. برای حمله نیز اولین سلاح برای سواران کماندار یک کمان مرکب قدرتمند بود. مرکز این کمان از ترکیب چند نوع چوب متفاوت ساخته شده بود که شاخ یک حیوان به جلوی آن و رباط حیوان به پشت آن اضافه می شد. سپس کمان نقاشی و روغنکاری می شد. در آن زمان چنین طرح‌هایی برای لباس‌های جنگی در ایران رایج بود که به دلیل انعطاف پذیری، استحکام و قابلیت محکم ماندن برای مدت زمان طولانی مورد استفاده جنگاوران بود. سواران کماندار همیشه 2 عدد کمان اضافی برای روز مبادا همراه داشتند. همه اینها در یک محفظه ویژه به نام کماندار با 30 عدد تیر در تیردان اختصاصی جنگجو هم میشد. این برخلاف رهبه نگهداری اشکانیان است که همه چیز در یک محفظه قرار می گرفت. سواران کماندار بنا به صلاح دید خود این وسایل را روی بدن خود بسته یا آویزان می کردند. با این حال در قرنهای بعد آنها از سیستم تعلیق استفاده کردند که امکان کنترل بهتر ادوات را فراهم می کرد. تیرهای ساسانیان که تیگرا نامیده میشد چیزی میان 80 الی 85 سانتی متر از نوک پیکان تا انتهای پرتول داشت. پوشش سر بر اساس نقش جنگجویی در میدان جنگ بسیار متفاوت بوده. تحقیقات باستانشناسی نشان داده طرح‌های نوکتیز و یا خاردار در آن دوره رایج بوده. برای تیراندازی با کمان، سواران کماندار از انواع حفاظ انگشتری و سایر وسایل استفاده می‌کردند. یکی از سلاح‌های جذاب نورک بود. محققین معتقدند که از آن برای شلیک دارت‌های کوچک استفاده می‌شده و می‌توانستند در تعداد بسیار بیشتری نسبت به تیرهای معمولی آنها را حمل کنند. سلاح‌های دیگری که توسط سواران کماندار استفاده می‌شد نیز گوناگون بود. از خنجرهای ساده گرفته تا تبر، نیزه، گرز و شمشیر، بسته به مهارت‌های جنگجو. با توجه به اینکه سواران سنگین اغلب نقش‌های ترکیبی در نبرد ایفا می‌کردند، برخی از آنها از نیزه استفاده می‌کردند. برای تجهیزات اسب، سوارکاران تازه‌کار از زین‌های پارچه‌ای ساده و زین استفاده می‌کردند. در اواخر دهه 500 پس از میلاد رکاب‌ها کم کم به تجهیزات اضافه شدند. این رکاب‌ها به سوار نظام ثبات و استحکام بی‌نظیری را دادند که هم برای نیزه‌دارها و هم برای کمانداران بسیار حیاتی بود. با استفاده از رکاب نه تنها یک کماندار سواره می‌تواند دقت و برد بیشتری به دست آورد، بلکه می‌تواند تیراندازی را که اشکانیان شهرت خوبی در این زمینه داشتند با دقت و کارایی بیشتری انجام دهد.
سوار نظام سبک پوشش دفاعی کمی داشتند. با این حال شواهد و مدارک نشان دهنده آن است که سوار نظام سنگین اسب را با پوششی دارای روکش‌های پولکی سنگین که با قطعات اضافی برای پوشاندن بدن اسب و محافظت از مناطق آسیب پذیر مانند صورت تجهیز می‌کردند. با توجه به آموزش‌های نظامی می‌دانیم که سواران کماندار ایرانی بسیار ماهر بودند. به هر حال بسیاری از آنها از فرهنگ‌های اشاعری یا نیمه اشاعری بودند که شیوه زندگی آنها حول محور تسلط بر اسب و کمان می‌چرخید. در اینجا یک مورخ چینی به توصیف این امر می‌پردازد. پسران کوچک به همراه بزرگترها به یادگیری چوپانی و تیراندازی به پرندگان، موشها، روباها و خرگوشان صحرایی می‌پردازند. مردان جوان قادرند از کمان استفاده کنند و همچون سواران مسلح عمل کنند. این سطح از تعهد به آموزش بدون اجر نهادن به آن امکان پذیر نبود. ارزشمند شمردن مهارت‌های جنگی در فرهنگ ایران گنجانده شده بود. بنابراین تلاش ساسانیان بر این بود تا این فرهنگ هرچه بیشتر گسترش یابد. به عنوان مثال اعتقاد بر این بود که آموزش باید از سنین 5 تا 24 سالگی صورت گیرد. آنها تمامی حرکات هنرهای رزمی مانند پرتاب نیزه، تیراندازی با کمان و مهارت‌های سوارکاری را یاد می‌گرفتند و در عین حال تمرینات آمادگی جسمانی و کار گروهی را نیز انجام می‌دادند. این جوانان اغلب توسط کهنه سربازان آموزش می‌دیدند. آموزش سربازان کار بسیار مهمی بود، از این رو که صلاحیت آموزگار به طور مداوم مورد بررسی قرار می گرفت. چنین آموزگارانی را می توان در همه پادگان‌های نظامی معمولی دید، اما در ایران این افراد به روستاها و شهرهای سراسر قلمرو اعزام می شدند تا عموم مردم را برای جنگ آماده نگه دارند. هنگامی که جوانان به سطح کافی از مهارت نظامی دست می یافتند، به آنها اجازه داده می شد تا در جایگاه نظامی مناسب خود قرار گیرند. برای سواران نخبه این امر به معنای گذراندن سالها دوران آموزشی دشوار و خدمت کردن در شرایطی سخت با تمرین‌های مداوم در هنرهای جنگی و مانوری مانند چوگان، شکار و مسابقات تیراندازی بود که سبب تقویت مهارت‌های آنها می‌شد. اما تحصیل آنها شامل تمرین‌های جسمانی نبود. بسیاری از شب‌ها به گذراندن دوره‌های ذهنی که شامل نوشتن، حسابداری، بازی‌های فکری، موسیقی، رقص، شعر و چیزهایی از این قبیل می‌گذشت. بسیاری از رومی‌ها با تحسین از حرفه‌ای بودن آنها چنین می‌نویسند که آنها در بسیاری از موارد با لژیونرها رقابت می‌کردند یا از آن فراتر می‌رفتند. در مورد سازماندهی به ساسانیان از سیستم دهدهی مشابه دوره هخامنشیان استفاده می‌کردند. کوچکترین زیرمجموعه تاکتیکی یک وشت متشکل از 100 نفر بود که توسط یک وشت سالار رهبری میشد. 10 وشت یک دراف 3000 نفری تشکیل میداد که هر کدام استانداردهای نبرد ویژه خود را با توجه به خاندان خود داشتند. آنها توسط افسرانی با عنوان 1000 مرد رهبری میشدند. بزرگترین زیرشاخه سپاه ساسانی گاند بود که به وسیله گاند سالار رهبری میشد که حدود 10,000 مرد در رده‌های مختلف آن حضور داشتند که شامل نیروهای تدارکات و پشتیبانی برای حرکت راحت‌تر سپاه نیز میشد. مزدوران ساختار کمتری از سواران ساسانی داشتند که با گماردن سرداران ویژه برای نظارت بر این نیروها به این موضوع رسیدگی میشد. بنابراین سپاه ساسانی بسته به اینکه با چه دشمنی می‌جنگد گزینه‌های زیادی در اختیار داشت. به نظر می رسد که آنها به شیوه مشابه با پارتها می جنگیدند، زیرا سواران کماندار زیادی پیشاپیش ارتش مستقر می شدند و آماده حمله به دشمن بودند. محققان تخمین می زنند که این سواران در هر 10 ثانیه یک تیر پرتاب می کردند. به این معنا که در عرض 1 دقیقه یک گاند کامل ساسانی از سواران کماندار می توانست از نظر تئوری یک منطقه هدف را با 60,000 تیر تیرباران کند. برد تیرها حدود 150 متر بود، ولی برای هدفگیری دقیق تر پرتاب در 50 متری انجام می شد.
این سیل تیر به آرامی تعداد دشمنان را کاهش میداد و ساختار آنها را به هم میریخت تا نوبت به یورش سهمناک سوار نظام سنگین اسلحه برسد. در نبرد با واحدهای کارآزموده ممکن است نبرد به تعقیب و گریز بیانجامد. درست مانند روش مبارزه اشکانیان، این نوع استراتژی ممکن بود بارها تا رسیدن به پیروزی تکرار شود. این تاکتیک در جنگ کاره میان سورنا و کراسوس به بهترین شکل پیاده شد. این نوع تاکتیک جنگی انواع مختلفی داشت که یکی از آنها حمله سه‌موجی بود. بدین گونه که نخستین موج سوار نظام دشمن را مجبور به تجمع در یک نقطه می‌کرد. سپس موج دومی از سواران کماندار تجمع دشمنان را تیرباران می‌کردند و در نهایت موج سوم از سوار نظام یورش می‌بردند تا سپاه آسیب دیده را در هم بشکنند. مزیت این رویکرد جنگی این بود که به سرعت دشمن را در شرایطی متفاوت قرار می‌داد و آن را مجبور به تطبیق با شرایط مختلف می‌کرد و آسیب مهلکی در سپاه دشمن ایجاد نمود. این روش برای تازه‌کاران بی تجربه به شدت ویرانگر بود. اما تا زمانی که نیروها انضباط و وحدت خطی را حفظ می‌کردند، قادر به تحمل توپان حمله دشمن بودند. با گذشت زمان رقبای همیشگی ساسانیان یاد می‌گرفتند که خود را با این تاکتیک جنگی وفق دهند. به همین دلیل است که شاهد تکامل اسپار در طول زمان هستیم. این تکامل به معنای استقرار ترکیب گسترده‌تری از نیروها مانند سوار نظام فوق سنگین، پیاده نظام و فیلها در سپاه بود. در قرن ششم پس از میلاد این امر منجر به ساماندهی جدید جنگی در 3 بخش شد که در اینجا سواران کماندار ممکن بود در مرکز باشند، از جبهه چپ دفاع کنند و یا از سمت راست حمله کنند. یکی دیگر از تغییرات قابل توجه که قرنها بعد صورت گرفت ادغام سواران کماندار و سوار سنگین اسلحه به صورت یک جنگجوی ترکیبی بود که انعطاف پذیری بسیار زیادی در نبرد داشت. از سواران کماندار در نقش‌های جنگی بیشمار دیگری مانند پیشاهنگی، گارد انتهایی و نیروی کمکی تاکتیکی استفاده می‌شد. اکنون به تاریخچه نبردهای این نیروی کارآمد می‌پردازیم. البته بررسی دقیق غیر ممکن خواهد بود، بنابراین باید به مروری بر لشکرکشی‌های گسترده آنها در دوره ساسانی بسنده کنیم. همه اینها با شورش اردشیرشاه علیه اشکانیان در قرن سوم پس از میلاد آغاز شد که در سال 224 در جنگ هرمزان به اوج خود رسید. در اینجا بیش از 20,000 نیروی عمدتاً سوار نظام در دشت‌های وسیع با هم درگیر شدند که سواران کماندار ضربات سنگینی را در این مقابله وارد کردند. اما در نهایت این سوار نظام سنگین بود که تاج و تخت را برای اردشیر به ارمغان آورد. پس از آن نیز سواران کماندار او به مبارزه با نیروهای دشمن در تلاش برای تصرف کل امپراتوری اشکانی ادامه دادند. سال 231 که آنها به امپراتوری روم رسیدند و در نبردهای اردشیر با امپراتور روم شرکت کردند. سورس الکساندر یک پاتک بزرگ را رهبری می‌کرد که در ابتدا در ارتفاعات ارمنستان و مناطق شمالی آذربایجان موفقیت‌آمیز بود. اما به محض ورود به دشت‌های بازتر ارتش روم با مشکلات مهم زیادی روبرو شد. اوج این لشکرکشی در نبرد تیسفون رخ داد. اردشیر با تمام نیروهایش و به ناگاه به سپاه روم حمله کرد و آنها را مانند ماهی در تور به دام انداخت. رومیان یارای مقابله با یورش سهمگین ایرانیان را نداشتند و از سپرهای خود برای محافظت از بدن خود در برابر باران تیرهای ایرانی استفاده می کردند. آنها نمی توانستند از خود دفاع کنند. در نتیجه همه رومیان به یک نقطه رانده شدند و در آنجا دیواری از سپرهای خود ساختند و تحت محاصره جنگیدند، ضربه خوردند و از هر طرف مجروح شدند و تا آنجا که توانستند شجاعانه مقاومت کردند. اما در نهایت همه آنها کشته شدند. در طول سالهای بعد ارتش‌های ساسانی و روم در سلسله جنگ‌های خونین در سراسر مرزهای مشترک خود مبارزه کردند. در دهه 240 پس از میلاد پادشاه شاپور یکم بر امپراتور گوردیان در نبرد مایک
امپراتور والریان در نبرد بربلیسوس و سرانجام در نبرد اودسا پیروز شد. متاسفانه تاریخ جزئیاتی در مورد تاکتیک‌های ویژه این نبردهای با شکوه به ما نمی‌دهد. با این حال میتوان مطمئن بود که سواران کماندار نقشی کلیدی در این پیروزی‌ها داشتند. پیروزی با استفاده از مانورهای مختلفی که قبلا به توضیح آن پرداختیم. در این زمان ساسانیان مورد احترام رومیان قرار گرفته بودند. رومیانی که مدام به دنبال استفاده از روش‌های جنگ ایرانی به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با خودشان بودند. این مهم به ویژه در طول جنگ‌های قرن 5 و 6 به اوج خود رسید که در آن ژنرال رومی بلیساریوس مبارزات سهمگینی با شاه ایران کاوه انجام داد. در این نبردها هر دو طرف هوشمندانه از سواران کماندار، کمینها، جنگ و گریزها و تله ها استفاده کردند. آنها بیرحمانه با هم جنگیدند، اما سپاه ساسانی تنها در برابر رومیان نبود که مورد آزمایش قرار گرفت. آنها جنگ‌های بیشماری با قبایل مهاجم آسیای مرکزی انجام دادند. برای مثال آنها در جنگ با ارتش مهاجم هونهای سفید و پس از آن ترک‌ها که بیشتر نبردهای سوار نظام در مقابل سوار نظام و بسیار حماسی بود شرکت کردند. سپاه ساسانی در جبهه دیگر با دشمنان نوظهوری مانند اعراب جنوب هم درگیر بودند. در ابتدا لشکرکشی و ساختن استحکامات توانست این دشمنان مختلف را دور نگه دارد، اما در قرن هفتم امپراتوری ساسانی کاملا از بین رفت. این ضعف در زمان خلافت راشدین مشخص شد. اکنون اعراب تهاجم ویرانگر خود را آغاز کرده بودند. متاسفانه در مورد نقش سواران کماندار ایرانی در مقاومت سرسختانه اسپار مقابل حمله اعراب اطلاعات زیادی در دست نیست. در نهایت امپراتوری ساسانی سقوط کرد، ولی این پایان کار این جنگجویان نبود. فرزندان آنها سنت هزاران ساله اسب و کمان را زیر پرچم اسلام ادامه دادند.